علی آله و صحبه اجمعین. دوستان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. با سلسله درس ها، درس نهم من و شما همچنان در یکی از صفت ها و اسم های الله متعال است که الرحیم است. قبل از اینکه درس آغاز بکنیم از محمد جان درس گذشته را میپرسیم. محمد جان، بله، درس گذشته ما در چی بود؟ صفتهای الله که یکیش چی بود؟ عالم عالم الغیب، یعنی غیب را فقط و فقط الله میداند. ماشاءالله، یعنی هیچ کس غیب را نمیداند، نه پدر، نه مادر، نه ملا، نه تعویض نویس، نه ساحر، نه جادوگر. هیچ کس غیب ما را نمیداند که برای ما چی میشه چی نمیشه. سیست کدام کار ما انجام میشه کار ما انجام نمیشه، این را فقط کی میداند؟ الله متعال، دیگه غیر از الله کسی نمیداند. ماشاءالله. به چی داریم؟ عقیده و باور. چی داریم؟ عقیده و باور کامل داریم. الرحیم، الرحیم یعنی الله بسیار مهربان است، یعنی از همه کس کرده بر ما مهربان است. مرد است محمد جان، از پدر، از مادر، از برادر، از خواهر، از اقارب، از همه کس کرده. فقط الله متعال چی است؟ مهربان است. یعنی فقط الله بر ما از همه کس کرده چی است؟ مهربان و نزدیک. و چی؟ مهربان و نزدیک است. پس ما در وقت مشکلات خود از کسی کمک میخواهیم که برای ما چی باشه؟ مهربان و نزدیک باشه. در وقت مریضی، در وقت سختی ها، در وقت تمام مشکلات فقط از کی کمک میخواهیم؟ الله متعال. ماشاءالله. السلام علیکم.